در این ویدیو میخوایم درباره درمان قند خون بالا یا دیابت با شما صحبت بکنیم. اگه شما هم دچار قند خون بالا هستین یا در اطرافیانتون کسایی دارین که به این بیماری مبتلا هستن، حتما تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حیران هستم، محقق طب سنتی ایرانی اسلامی. امروز میخوایم درباره یکی از مشکلات شایع این روزها، یعنی قند خون بالا یا دیابت صحبت کنیم و ببینیم چطور میتونیم با استفاده از طب سنتی و گیاهان دارویی این مشکل رو مدیریت کنیم. خیلی از ما دنبال راهکارهای طبیعی یا غیر دارویی هستیم تا سلامتی خودمون رو حفظ کنیم. پس بیایید با هم این مسیر رو بررسی کنیم. از روش‌های درمان قند خون یا دیابت مصرف دارچینه. دارچین یکی از بهترین گیاهان داروییه که میتونه به کنترل قند خون کمک بکنه. تحقیقات نشون داده مصرف دارچین میتونه حساسیت به انسولین را افزایش بده و قند خون بالا را کاهش بده. میتونید دارچین را به عنوان ادویه توی غذاهاتون و نوشیدنی هاتون استفاده کنید. مثلا میتونید یک قاشق چایخوری پودر دارچین را به چای یا قهوهتون اضافه کنید. همچنین میتونید دمنوش دارچین درست کنید. برای این کار یک قاشق چایخوری دارچین را با یک لیوان آب داغ مخلوط میکنید، میذارید 10 دقیقه دم بکشه. همچنین میتونید دارچین رو با عسل ترکیب کنید و به عنوان یک مخلوط مفید صبح ناشتا مصرف بکنید. زنجبیل هم یکی از گیاهان داروییه که میتونه به کاهش قند خون کمک کنه. این گیاه خاصیت ضد التهابی داره و به بهبود عملکرد پانکراس کمک میکنه. دمنوش زنجبیل یک راه عالی برای استفاده از این گیاه. تهیه دمنوش زنجبیل: یک قاشق چایخوری زنجبیل تازه رنده شده یا زنجبیل خشک را با یک لیوان آب داغ مخلوط میکنید، میذارید 10 دقیقه دم بکشه. این چای را روزانه 1 تا 2 مرتبه مصرف میکنید. از اینکه تا اینجای ویدیو به ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا پایان این ویدیو حتما با ما همراه باشید. در پایان میخواییم برای شما ترکیب از چند دمنوش را عرض بکنیم که در عرض یک هفته میتونه قند خون و دیابت شما را بسیار بسیار پایین بیاره. شنبلیله یکی دیگه از گیاهانیه که میتونه به کاهش قند خون کمک کنه. این گیاه حاوی فیبر بالاست و میتونه به کاهش جذب قند در روده ها کمک کنه. دانه های شنبلیله را خیس کنید و صبح ناشتا مصرف بکنید. همچنین میتونید پودر شنبلیله را به غذاهاتون اضافه کنید یا دمنوش شنبلیله درست کنید. برای تهیه دمنوش شنبلیله یک قاشق چایخوری دانه شنبلیله را با یک لیوان آب داغ مخلوط میکنید، میذارید 10 تا 15 دقیقه دم بکشه. علاوه بر این میتونید دانه های شنبلیله را پودر کنید، با عسل مخلوط کنید و به عنوان یک داروی طبیعی استفاده بکنید. زردچوبه هم یک گیاه دیگه که میتونه به کاهش قند خونتون کمک کنه. این گیاه خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی داره و به بهبود عملکرد انسولین کمک میکنه. زردچوبه را میتونید به عنوان ادویه توی غذاهاتون استفاده کنید یا میتونید به عنوان یک نوشیدنی از زردچوبه استفاده کنید. برای این کار یک قاشق چایخوری پودر زردچوبه را با یک لیوان شیر گرم مخلوط میکنید و مینوشید. همچنین میتونید زردچوبه را هم به صورت پودر با عسل ترکیب کنید و به عنوان یک معجون مصرف بکنید. آلوورا یکی دیگه از گیاهانیه که میتونه به کاهش قند خون کمک کنه. این گیاه حاوی ترکیباتیه که به بهبود عملکرد پانکراس و کاهش قند خون کمک میکنه. میتونید ژل آلوورا را به صورت طبیعی مصرف کنید. برای این کار برگ آلوورا را برش میدین، ژل داخلش را استخراج میکنید و مصرف میکنید. همچنین میتونید آب آلوورا را از فروشگاه ها تهیه کنید. مصرف منظم آلوورا میتونه به بهبود سلامت کلی بدن کمک بکنه. برگ کاری یک گیاه دیگری که میتونه به کاهش قند خون کمک بکنه.
این گیاه خاصیت آنتی اکسیدانی داره و میتونه به بهبود عملکرد انسولین هم کمک کنه. میتونید برگ کاری رو به غذاها و سوپاتون اضافه کنید یا میتونید چای برگ کاری تهیه کنید. برای این کار چند برگ کاری رو با یک لیوان آب داغ مخلوط میکنید، میذارین 10 دقیقه دم بکشه. استفاده منظم از برگ کاری میتونه به بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک بکنه. چای سبز که از نوشیدنی‌های معروفه که میتونه برای دیابت هم مفید باشه. خواص زیادی هم برای سلامتی داره، از جمله کاهش قند خون. این چای دارای آنتی اکسیدان‌های قویه که به بهبود عملکرد انسولین کمک میکنه. روزانه 1 تا 2 فنجان چای سبز میتونین مصرف بکنید. برای تهیه چای سبز 1 قاشق چایخوری برگ‌های خشک چای سبز را با 1 لیوان آب داغ مخلوط میکنید، میذارید 10 تا 15 دقیقه دم بکشه و سپس مصرف میکنید. منظم چای سبز میتونه به کاهش وزن و بهبود سلامت بدن کمک کنه. برگ زیتون هم دارای خواص کاهش قند خونه. این برگ‌ها دارای ترکیباتی هستند که به بهبود عملکرد انسولین و کاهش قند خون کمک میکنه. میتونید دمنوش برگ زیتون تهیه کنید. برای تهیه دمنوش برگ زیتون چند برگ زیتون رو با 1 لیوان آب داغ مخلوط میکنید، به مدت 10 دقیقه میذارید دم بکشید و در طول روز مصرف میکنید. استفاده منظم از دمنوش برگ زیتون میتونه به بهبود سلامت قلب و عروق هم کمک بکنه. پوست موز هم دارای خواص کاهش قند خونه. این قسمت از میوه موز دارای فیبر بالاست و میتونه به کنترل قند خون هم کمک کنه. میتونید پوست موز را به صورت تازه یا خشک شده در نوشیدنی‌ها یا غذاهاتون مصرف کنید. همچنین میتونید اون را به صورت پود تهیه کنید و به غذاهاتون اضافه کنید. استفاده منظم از پوست موز میتونید به بهبود گوارش هم کمک بکنه. یکی از گیاهان دارویی مفید برای کاهش قند خونه. این گیاه دارای خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانیه. میتونه به بهبود عملکرد انسولین هم کمک کنه. دمنوش گزنه تهیه کنید. برای تهیه دمنوش گزنه 1 قاشق چایخوری برگ‌های خشک گزنه را با 1 لیوان آب داغ مخلوط میکنید، به مدت 10 دقیقه دم میکشید و مصرف میکنید. روزانه میتونید 1 تا 2 بار از این گیاه استفاده بکنید. همچنین میتونید گزنه را به عنوان سبزی در غذاهاتون هم استفاده بکنید. یکی دیگه از گیاهان دارویی که میتونه به کاهش قند خون کمک بکنه. این گیاه دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابیه. میتونه به بهبود عملکرد پانکراس کمک کنه. میتونید شوید را به عنوان ادویه در غذاهاتون استفاده بکنید. شوید تهیه کنید. برای این کار 1 قاشق چایخوری شوید خشک را با 1 لیوان آب داغ مخلوط میکنید، میگذارید به مدت 10 تا 15 دقیقه دم بکشه و در روز 1 مرتبه مصرف میکنید. نعنا یک گیاه دیگه است که میتونه به کاهش قند خون کمک کنه. این گیاه دارای خواص آرام بخش و آنتی اکسیدانیه. میتونید دمنوش نعنا تهیه کنید. برای این کار چند برگ نعنای تازه با 1 قاشق چایخوری نعنای خشک را با 1 لیوان آب داغ مخلوط میکنید و به مدت 10 دقیقه میذارید دم بکشه. این چای را روزانه 1 تا 2 مرتبه میتونید مصرف کنید. برگ توت، برگ‌های توت هم میتونن به کاهش قند خون کمک کنند. این برگ‌ها دارای ترکیباتی هستند که به بهبود عملکرد انسولین و کاهش جذب قند کمک میکنند. میتونید دمنوش برگ توت تهیه کنید. برای این کار چند برگ توت را با 1 لیوان آب داغ مخلوط میکنید، به مدت 10 دقیقه میذارید دم بکشه و روزانه 1 مرتبه مصرف میکنید. من توجه داشته باشید در طول روز از 1 یا 2 گیاه استفاده بکنید. میتونید برنامه ریزی بکنید و در هفته از گیاهان مختلفی خدمتتون عرض کردیم استفاده کنید. استفاده در روز بیش از 2 گیاه احتمال کاهش قند خون زیاد دارید و دچار بیماری‌های دیگه میشید. نسخه‌ای که می‌خواستیم خدمتتون عرض کنیم: کلاهک بادمجان، شوید، گزنه
با هم مخلوط میکنید، داخل عرق بوغناق میریزید، میگذارید به مدت 20 تا 30 دقیقه دم بکشه. در طول روز 1 تا 2 مرتبه استفاده کنید. این نسخه در عرض 1 هفته قند خون شما را بسیار بسیار پایین میاره و میتونید به سلامت خود دست پیدا بکنید. اینکه ما را دنبال میکنید از شما سپاسگزاریم. حتما ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، لایک بکنید، سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید. اگه نظری دارید یا شما هم گیاهی مد نظرتون هست در منطقه خودتون که میتونه به کاهش قند خون کمک بکنه، حتما با ما در میون بگذارید تا ما هم با دوستان دیگه به اشتراک بگذاریم. ممنون. خدا نگهدارتون باشه.